سلام علیکم. اینجا این یاد میره خودشون مرتبط چشمی برقرار کنه. امروز نماین جای معرفی کنیم جواب سوال داشته باشیم. فقط ما این خودشون اختلاط کنیم. یک ولاگ خیلی ساده، لایک و سابسکرایب یاد شما نره. جیجار ما پخته میکنم بخورم. دک بخاره بیاری. تین تا قهوه خریدم. مایم به عنوان کانتور استفاده کنم. یا خدا تصور کنی پاک نشه. اجازه هست خودشم تو گپ بزنم. خیلی اگه غیر صمیمانه و مثلا معذب دارم خودشم تو گپ بزنم. ببخشینا. احترام همیشه با شما گپ زدن نیه. فید میکنم. چی مگه شو؟ یا حضرت عباس اینوی فقط اصلا حق نده رو من نگاه کنی. فقط هینا زدم بلا باخو ولی مقبوله. خوش درور بخوری. بوی کاکائو میده، بوی شکلات میده. شاید حال خود خوب بگین خب رایله چریت به هم ریخته یا آرایش میکنی. از کانتور برفتی به لبسترین، از لبسترین میری به ریمل. من وقتی به جلو دوربین میام نمیفهمم چه کار کنم. خب آدم نمیفهمه دوربینه بگیره یا خودخور بگیره. یعنی منظور من اینه که زندگی کنی به اینجی یا زندگی کنی به اونجی. البته سخته. سخت نیه، عادت نیه. همه ازی بزنم چون خطی خیلی افتاده رویو و خیلی ازم دور قیق میکشه که من خط کانتور رو اینجا میره کانتور کردم. آروم باش. دقیقا وقتی که کانتور میکنم بینی خوب ویده جلی مجلی میشه. دلم مای پس خب بکنم بخورم. شیرین میشه، ناز میشه از نظر خودمه. حالا شاید بگه میشته خود شیفته بچه دخترها. حالا بچه ها میگم یعنی جمع کل هم دخترها هم بچه ها پسرها. چرا واقعا به کسی که خودخور مایه یعنی خودخور همون رقم که هسته قبول کرده برای خود ارزش و اهمیت میده؟ چرا بریم میگیم خود شیفته یا وقتی میار جلو آینه خودخور میبینه کیف میکنه بریم میگیم خود شیفته میشم اعتماد تو به سقف رفته فلان، در صورتی که چیزی که به دنیا لازمه اعتماد به نفسه. یعنی اصلا حق نداری حالا از آرایش ایراد بگیری. خب چون که خوششم خط لب خب بیرون علب خب بزنم این بوسی. یعنی من همون زر میزنم با خودم همون زر میزنم ولی میبینی بوی لکه سرخ شدم لبلبی شدم. نمیفهم دلیل چه. البته خوش دارم ولی شما خیلی گیر میدین. ببین اصلا باور نمیکنم که تو از هرات بشی کلا یا از افغانستان بشی از هر ولایتی که هست. اصلا باور نمیکنم که بگی ما از اینو به خونه داشتیم به دوران. البته من بزید دوران هم دارم، به ایران هم که هستم ربطی نداره. البته یا خود تو داشتی یا مادر جان تو. خیلی نازنگاه زریه او هم ببریخ. اینا کمی حاله دیده میشه وقتی که برون بیرون شاید بگم بلو جل بلبل. هم مردم اگه من یک رقم نگاه کردم پس نباید تعجب کنم. بابیلا خیلی شد دیگه هم میبرم داشتم میگفتم خیره. حالا هر رقم که از چرا خود منه به تو چه؟ یک رده چشم نگیم چری کار میکنی آلمه بد شد. توفه خود منه، دن خود منه، چشم خود منه. این هم نزدیک خشک بشه و این کار میکنم. خیلی گرمه به خدا بشلیدم. یاد از یک جای آمد بعضی ها هستن مثلا دقت کردین هم لهجه افغانستان دارن هیرتی گپ میزنن ولی از هر جایی که پاشن هم لهجه ایران دارن. مثلا یکی بود میگفت وای چقدر هوا گرمه بشلیدم. وای چقدر هوا گرمه بعد میگی بشلیدم. وای چقدر هوا گرمه بشلیدم. خیلی گرمه پس بیشتر دیگه نمیتونم اصلا تحمل ندارم کارایش خور ادامه بدم. بریم. من خدا بهترین کاره که به حقم کرده بزی دنیا شدی باشه که من درونگرا آفریده. من برفتم بخریدم من خجالت میکشم ایده بسته کرده ایده مثلا برم فلان بگیرم ببیرم. با ایجاب شدم این رو برای شما این پایگاه کردم وردش تو که ایده به دست منه ای ترا میرو همه نگاه میکنم مایم فکر میکنن مایم برم به دوزی ها کسر بزنم و جنگ. خب دیگه اشتنیم بالاخره یک جا نسبتاً کم آدمیزادتر پیدا شد که من بتونم خود شما راحت گپ بزنم به زبان خود خوب به این سپایر وصف کنم به گوشی. فقط نفهم چرا میگیره عجیب نگاه میکنن. مردم اگر من یک رقم نگاه کردم پس نباید تعجب کنم. لالا آدم ندیدی
بیا بودم رو پل به چای پله پل اینا به چای اون مترو بود برفت این هم خط قطاره نمیشه شما بریم با خوناخ و وقتی من میام ویدیو میگیرم بسم الله موتر تصور که گوشی مر بزنن از او بالا دست نمیرسه یعنی به یک آسیزده لنگین شما که نه مردم دوش نیم بریم یک چیز بخوریم به مردم خلبان به مرده دوستان لطفا خونسردی خود را حفظ کنید خلبان به مرده میکنن که دل معرض ای لوکج به تو نگفتم لالا با موتور تو گفتم یک رقم نگاه میکنن که دل مامای خودی میبزنم تا سارنو خب بچه ها اینجا هم برسیدیم به اون بازاری که از اول ویدیو قرار بود بیایم خود شما اینجا و کفشا به نظر من خیلی مقبول بودن خیلی قشنگ بودن به خصوص اسپورت ها برای خود عروس به نظر من اینا بهترین انتخابن اینجا هم تا پاساژ بودم و کم تصمیم گرفتم از اون مبارک خو کمتر استفاده کنم بالاخره جلب توجه میشد و همون سپاهی که به دست نبود همون بس بود دیگه فکر میکردیم میرم به جنگ جهانی سوم پنجم چهارم ندونم کاری دارم اوه کلو نگاه کنین خیلی قلب مثلا ایر بدیدم جیگلی میگلی شد قلب برفت به کوچه پس کوچه های فرانسه لالا چی ربطی به فرانسه داره ای کلو اصلا تو حالا به فرانسه برفتی که ای گپ میزنی وایل چرا دیگه گپ میزنی خب بالاخره خون سردی خورفش میکنین ایر بخریدم و خیلی قشنگ بود خیلی 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 مقبول بود و اینجا هم برفتم که برای مادر جان خو چیز بخرم چی میگن الوا سوان و اینا رو که بدیدم اصلا دل میگفت برو رایل سمت اینا فیلم بگیر کودک درون زنده شد و این خیلی مقبول بود دوربین بود نفهم واقعی بود نبود گیشته بود زنگولیدش به پیش خو خیلی مقبول بود خوششون بخرم ولی نخریدم اون هم دیکوری بود این هم کیتی جانه که اکثره برای میگم کیتی آخه رایل ای کرومیه شخصیت از اسم کرومی بود کیتی البته نگاه کن ادامه بده آخه یعنی نمیشه یخ انداخت میشه یخ نداری یخ دارم ولی هر شما یخ باشه یه دونه بدیم مرسی لالا همشهری بودن بگرمیدم علی خیلی هوا گرمه بشلیدم وضعیت دخترها دقیقاً بعد از 2 دقیقه که گفتم من میرم به بازار و هیچی نمیخرم فقط میگردم میچرخم نگاه میکنم مرگم میگردم خب معلومه که خرید زیاد خودم هم نکردم ولی کلی گفتم نه Oh my god. دقیقاً فکر کنم بعد از 4 سال مرغ دیدم البته فکر کنم اینا خروسن چشمام روشن یک پاساژی بود یک سری بزنیم به اونجی رایلر فقط میتونن به جایی پیدا کنن که آدم اونجی وجود نداره دخترایی که عشق موتورن فقط ایستانر درک میکنن خفنه کروکودیله جدا همه چی دیگه میتونم بیام آدم دروغ اصلا دروغ آمدم بزی پاساژ که بره شما فقط فیلم بگیرم راست دروغ و این مدل لباس تا آخر عمر من مورد علاقه من میمونه البته کم گله گشادتر نیتا چسبیده بمردم بیا چون من اول ویدیو گفتم گوش نیام بریم یک چیز بخوریم هیچی نخوردم هنوز البته چیزی پیدا نکردم نمیفهمم تا از این بازار چی خوردنی نیه شیرینی تمام اون گپ زنم دنیا و عالم و آدم ساکت میشن یعنی شل شدیدم بالاخره برسیدم به خونه یه به شما نشوندم چی بخریدم گلوبند بخریدم این دایره سیاه میبینین یک گلوبند عادی نیه داخل اگه نگاه کنید به تمام زبانهای دنیا نوشته متول مایو خیلی خوش ماماد بخریدم من که عاشق ماهم این روز بدیدم قشکتون بریو نگاه شو نوری رو تغییر میکنه یک نور دیگه ای داره نگاه گیگلی هم که برشم همودم نشون دادم دیگه دیر بخریدم پاپیون نگاه ما و کلامه
خب بچه‌ها تشکر از همگی شما که تا اینجای ویدیو با من بودین و تماشا کردین. دوست به همگی شما و یاد شما نره که حتما ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب یاد شما نره. سابسکرایب من همیشه اشتباه میگم. حالا هرچی دکمه مشترک شدن رو فشار بدین، سابسکرایب کنین. دوست به همگی شما، خدافظ.